که من پیاله را ماستون بشیرون که نصیب و قسمت شما بده. دیدن تو آمانیم برو. ساعت گلو چای که ما بخوریم اینجا ما دیگه کیفی داره. بفرمایید. چطوری گلک جو خوبی؟ بخیری؟ خوش آمده. شکر کردنده باشی. خوش آمده. یعنی آفرین تو آفرین تو چای تیار میکنی که بام خونه ما نمیخوریم. دشمله میخوریم یا کشمیش؟ بابا جان اق در دسلمه با خونه خوردن که چی بگم وقتی برو 2 کیلو کشمیشی بخی بیا 2 کیلو کشمیش؟ آه کی چه کار میکنه؟ میشه آمادنی و پیشتونی مخاطره دشمنه که به هر جا هسته. میسدی؟ نگو باقه این جوا دیگه کشمیشا رو که تیار نکنم خوب کشمیشا یعنی ترین کشمیشی دیگه سیکو شولا سیکو یعنی الان تابم شم به شما چای دم میکنم و قرار شما کشمیش سبز بخوری که رنج و خونوی شما گل شه. مدرن کشمیش خیلی خوش داره. از این کشمیشوی دم آخر ببرم. آه گپ بینیه. گلا یک دو من بینا با تا خلیته کنه برای ما بده دو روز هم که بردم کمی بردم خوبه بفهمیدی؟ گیلا بیبی من تا کشمیش نباشه چای نمیخوره لالا گل کشمیشا برابره چی گپایه به اینجا دیگه خوش میگذره نه خودی از این کشمیشا لالا 24 شهرم این نگاه کشمیش میخورم گردنم بند باشه مثل این گوسپندایی که بلندی نیه اونا رو بلندی میکشن و میتونم شکم انداختم هیچ داری دیگه همینجا برادر جاسای یخی 4 روز اصلا خلیفه اون نمیگه پسخی بسوختی خوش بال تو آفرین ساکو خلیفه تمیته بچه خوبه که اصلا خبر از تو نمیگیره که تو چه کار میکنی اینجی یار همین کشمیشا با هم عمر خونه هایی بیدون من عباس بارجا داریم شما کمی کشمیش هم بدم او خلیفه بیا بردن خوده برو از همین شالور دار اکبر شال مر بیاریم برو امیر به خوب پر که از این آور دار انا چیز کنیم بابا بریم مسئله خوب خود تقسیم کنیم خوبه درسته؟ خوبه لالا مگره به بیبی من جدا بدی عمال دیگه اونجا باز برو اندازی دومانه بند دومانه سمانه بندازیم بخور خیر ببینید اینا رو هم بابا تا پلاستیک میکنه هرچی بمون آفرین یار آدم جوان مردی بودی گیلک با طول افغانستان بگشتم مثل تو یاری آدم همیت آدم خوبه ندیدم اینا مال پیار منه رفیقای بیاین نوش جان شما بخورین 4 روزه بنده دست تو سعی کنی میبینی اینا هم گم میشه کشمیشا میره برات کار خود روسیه‌ای با من میمونه آفرین مثل که خوب گپ میزنی درسته واخی دیگه عباس برو این خلطر بگیر از همون کشمیشا جا کن که برین خودشون برو از همینا جا کنه نه ویلا اونا بیترایه برو همین جگاه به خود جا کنیم ببریم ما به سراغ به خود تقسیم کنیم واسه میشه یک نمی خلیفی وری باشه بیای نماده راست میگه لا درست نماده برو هم تو پر کو سگ تو هم کلا پر کو خوبه که حداقل یک چیزی باشه که تقسیم کنیم خودم هم فاکتور منه برو دیگه برو چی گپای دیگه گیلا بله با اینا رو هم برداریم با ببریم خوبه اون از اینا به خود جا کن میگم کجای خلیفی تو؟ ما چی یک روز میای 5 روز نمیای جلو همین تیر میشد اونگاه گشتم میدیدم اون نمی آمدم گفتم ولی خیلی آدم سختی هم معلوم میشه
چه کار میکنی ماما؟ آره تو چه کار میکنی جیگو؟ کشمش به خود جمع میکنم چه کار میکنی؟ کشمش به خود جمع میکنم کی گفته که تو کشمش جمع کن بخو؟ من فقط گیله کن بخی بیا جیگو بیا جیگو واقعا بیا گیله کن بیا جیگو واقعا گوش به ایبا بیا گیله او ای چه کار میکنی جیگو؟ ای کام کشمش ها جمع کرده اینا کی نه؟ سلام علیکم. خوبی لالا خیریته؟ واقعا گوش می تمام کشمش ها رو با هم ریختن تو اینجا اینا کی آوردی جمع کردی ولی شوردی؟ یا بشم جیگو بیا اینا کی نم کردی شوردی تو اینجا؟ ما رفیقای نیم همکارای نیم. این چی براره نه ما بزیدن گیله کامدیم لالا بیم آخه این کشمیشا که هنو آماده نشده شما رو بداره میخوره مال میخوره که میخوره که واسه کشمیشا 4 من کشمیشا با تگ بینی کرده ما یوار داره ببره خود خود ما تو امیر رقم سر بررسی ساده کردم نه اینا میگن که یک اندازه یک معنی بدم واسه مادرم خودت چایا میخوره من میگم که چرا همین کشمیشا روز به روز همین کوتاه بغل به قلای کم میشه با می قسمت ها که گیرشته هسته کم میشه این که نگی تو هم با می رفیق ها خود قراره که چیزی میان میخورن چیزی هم میدارن میبرن ما لالا امروز روز اول ما بیامدیم به خبرگیری نه خیلی امروز پردانم بند باشه اگه اینا لنگ از اینا تالی آمده باشه همینا کم میگوین اندازه نیم کیلویی گفتم بیارم اینجا بخورم آخه یک من کشمیش کمینا ایشه نیم کیلوه 3-4 من هم او تا پتو خواسته کنه که ما وقت دبره اینا را کله ورشه نخورده بدیم برو رال شیشتی منی دوی تاول داشتیم از زمینا ما نخوردیم اینا رو امالی آورده پیش ما من خودت تو چیکار کنم خودت چیکار کنم تو امیر من گرگش پر استاره کردم گرگش پر استاره کردم ما میریم لالا گیله کار نداریم بریم خداحافظ غمی نداره چند شماره بیار تو بریم خدا بریم خداحافظ بریم ابو بریم خدافظ بریم دلشی بریم خوش آمده بریم که دیگه رنگ شما نبینم مردم همیتا میمون پذیرایی میمون و میره گفتم که دیگه 4 مکش میشن خودت خب ببری یکو بریم مال تکی اکه بگی شماره پیار چند بزن موری از داره که ما خودی پیار تا گذارم چه خلیفه بگی قبل نزن بگی خودی پیار تا گذارم تو به درد من نمیخوری 20 من کش میشم میته به رفیقا خود دادی وقت سام بخوردم وقت سام رفتم یک ذره فکر نمیکنه که یک بابایی که با ما اعتماد بکنه باش که ما به زو اعتمادی نکنی میخورم که کامه که با خود خود میبرم بله سلام علیکم کو عبد شکر خوبین خیریت جان شما جوره هم یک دفعه تا باغچه بیا همینجا کش میشو همینجا کارگیرلک بله خیریته شما بیاین باز میبینیم من از این خود شما گپ بزنیم بیاین تو دیگه با چه درد من نمیخوری برو بام سرمو سرا میشا خیلی مخور بسلام تو به درد از این کار نمیخوری و سایه یک شیشتیه بدیم میگه تو اینجا حواس با کیش میشا باشه رفیقا خود میان میخورن که چه خودی خود توبری خورن پر میکنن میبرن خیر خلیفه گردن و من نگه نمیگذارم بیام پیار ما بگیم نه بزنمه بزنه هنوز من لط تو به پیش من بمونده بفهمیدی تو رمیت ذره به در میکنه از دیگه گردن من شونا من لیست که خلیفه درد میکنه بابا تو نشون میده باش که پیار تو بیای اونی بیا پیار خلیفه گردن شما من دست آله به تو دست بگیرم به تو نشون میدم آله به تو نشون میدم سلام علیکم نه باشید ولاد شکر سلام خوبین خیریت جان شما داره بخیر سال شما خوبه خیریت یا خوشحال خیریت تیش میتره میشینم پیار من برون نلیچه نمیشینم خیلی خوبی ولاد شکر جان شما داره خیریت روز کمی بچه را آوردیم به پیش مه بله گفتیم اینجا اول خدا پیش شما کار میکنه بله گفتم خیره باشه دیگه میفهمیم که ما و شما همسایه‌ایم دیگه حق داریم به سر ما خمید صدا بزنیم بله این چند دفعه میام نگاه میکنم کمی کشمیشو کمه چند بار نگاه میکنم باز میگه بچه همی همسایه‌تونه همی دیوارتونه همی نخواد این کارا بکنه ببره بخوره یا مثلا چی کنه حالا بخوره که یک مشتی میخوره دل میزنه میره کار امروز دیگه فقط پیدا کردم امروز از اون طرف بیامدم آقازاده اینا رو بیارده پیش رفیقا که ایشتا که اینا که بخورم اینا که هیچی خوب بفهمیدین بفهم حالا شما میبرم نشون میدم شما نگاه کنید که پتوها خورم چوخ در بار کنن که بار دارم ببرم
گیلک اینا کی بوده؟ ها اینا کی بوده؟ کی اینا کی بوده؟ همین رفیقاتو. هیچکی بابا اینا زاغی و زاغمه در دو برو لالومد. این دیگه جوار افتاده که بیام یک ملک منیم کشمش جلو کنم میگه لوکک کنم. اینا که خیر الا عبدش که شما بخیزی بیاید شما نشون بدم که اینجا چند من کشمش دیگر به خورجش نکو ببرم. بیاید بیاید کامیون رو به می خاطر زنگ زد. بیایم سعی کنیم بفرمایید. اینا رو همه اینا جمع کن. اینا هم پر بود. این قسمت‌ها رو ببینیم. هم مکمل جمع کردن. شما بیایم یک دفعه. این تپه مکمل مال دوست من کشمش همین جوار میگیر. این جیر بسته بر ریشتم. اون جیر بر ریشتم. اون جیر بر ریشتم. این تپه بر ریشتم. اون تپه اینا همه بر ریشتم برده بر رفقا خدا ده. دوست داره به این قسمت‌ها رو دیدن گفت بعد اینا رو بادی بر کرده جابجا کرده. شک نکنه. هم امروز به چشما سر خود دیدم دیگه. کوکو عبدالشکور. و شما فکر کنید اول دوست من کشمشی به داخل از این کرده برشته برده با رفقا خدا را کاش که خود بخوره و دل مرمان نیه. خب برای تا خیمه خودی گپ میزنم برای بیا میته بیا میچی ها؟ یه سن به تو نشون بده. بجیسی یعنی از اینجا به جا خونش نمیجی. خدا تو بچه در کنی هیچ وقت بتون موفق نشدم که تو یک جای شاگرد کنم که یک روز من موفق شیبم سر کار خود. سعی کنیم برارمه. این بچه شما دیگه به درد ما آدم نمیخوره. خیر روتین نصیحت میکنم. فایده نداره نصیحت دیگه برارمه کل کشمیشا رو اشتباه برده. بعد داده برای رفقا خدا رفقا چیزی که بخوردم همه چیزی ان خودی خوب بردم. با درد ما دیگه نمیخوره برار خوب بگردم. این از باش 6 روز تی شده. او برج که کلا هم دادم. این 6 روز دارم به شما حساب میکنم میدم. روز یک نیم ساعت دیگه افتکانه. آره سدی هم بالاتر همه چیز سدی هم میته بخشش از بریم بخیر بریم پناه شما به خدا. ما میگم خوب و فکر نفر باشم که اینجا به ما کار کنه. نه کی بیا اینجا خود که میخوره چی رفقای خودم میاره میخوره میبرم. بریم خیر حالا چیکار میشه دیگه چی فرق میکنه؟ تیتال میکنم نصیحت میکنم. آقا جیگر چی فرق میکنه؟ ما 10 20 من کشمیش همین رقم رشته بفروخته و برده و به رفقا خدا ده. اگه نفروخته به رفقا خدا ده. بریم کوکو گپ نزنه بریم پناه شما به خدا. خیر باش. کجا میجی؟ ایت اگه طور فرش زمین نکردم بفهم که من پدر ندارم. طور اونجا رستد پینجری پیسا که طور شاگرد کردن که قناخ کنی مرس کنی آخر هم توی سا که کشمشا به تو برا مردم میکنی که برم اینا رفقاتونم. حالا که بجستی طور تیار میکنم. وای 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 تو هیچ وقت موفق نشی که تو یک جای شاگرد کردم به یک سر یک کار ری کردم که تو به من خبر قلقه نورده بشی. وای 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 تو دیگه کدو وقت موفق میشی؟ کدو وقت به دل ما به ترقیدن ندادی؟ یا من هر وقت تو یک جای ری کردم هیچ وقت موفق نشدی غیر از که خبر قلقه به من وردی یا خبر قلقه نه اینا. ای چی روزگاره؟ ای چی مصیبته؟ بمردم من خجالت که من تیگه مر برد و سر کشمیشا خو تپه تپه نشون داد که اینا رو هم تو برا مردم کرده.
وای 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 یا یار محمدی یا زانان آمازگری به کدو لحظه به کدو قبرستون شو مریا ولی برای از به کجا بگردم توی خونه رو سعی کنم خوب در واکو یلا 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 در واکو میکنم داره واکو میکنم داره واکو داره واکو میکنم داره در واکو در واکو در واکو در واکو در واکو توی اینجا خف میکنی در واکو در واکو در واکو تو به ما بی غیرت خور رفتی تو مدر فکر نمی کنی تو بچه آخی 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 دیگه تو نمام که ببینو چهره تو نمام ببینو هرگیز هرگیز دیگه به این خونه نیایی اها نیایی به این خونه نیایی دیگه تو نمام که ببینو چهره تو نمام ببینو چهره تو تو به کی که کلوچه کلون کردم که تو به بر رسونو که توی کار قریبی بکنی آخرا تو سعی کن بیام اینجا گپا مرگش میکشم تا خونه خف میکنی گپا مرگش میکشم چی میگم خب برو 30 امرات تو اجا که میری به هر قبرستانی که میری برو تیرم از این اولادم اولاده که حساب کنم هر جایی من شاگرد کردم خبر قول کارا به مرد یا خلیفی به من زنگ زد که بچه تو چه کار کرد یا یکی دیگه شاگرد کلونتر زنگ زد که شاگرد دیگر زده چه کار کرده فلان کرده بابا یلک کنه رد من بیزار از این بچه یو بیزار از این زندگی یو